سلام علیکم خدمت همه وطندارای عزیز. دوستای عزیز، یک شیادی بسیار خطرناک به اسم رامین دلاوری هست که یک تلویزیون داره به نام ایران بی‌مرز و ادعا میکنه که ما افغانستانی ها را به پول بسیار کم به آلمان، کانادا و دیگر کشورهای اروپایی میبرم. این آدم یک شیاد کلاهبردار است که من در دام کلاهبرداریش افتیدم و 11 میلیون تومان به حساب این آدم واریز کردم. 20% پول پیشکی گفته بود به خاطر رفتن به آلمان و به محض اینکه من پول واریز کردم و فیش واریزی را برش فرستادم، دیگه مرا در بلاک لیست انداخت، بلاکم کرد و تا روز امروز دیگه نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم و نه هم کدام کار دیگه کردم میتونم. اون آدم خودش در کانادا است و پول آدم ها رو به بسیار راحتی بالا میارم. دوستای عزیز، شما فریب آدم نخرین و قطعا هیچ پولی به حسابش وارد نکنین که یک کلاهبردار و یک شیاد است و اصلا هیچ کسی را جای بردن نمیتونه.